عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک عزیزان. امیر خداونده هستم و با اولین جلسه آموزش 0 تا 100 ICT در خدمتتون هستم. خب این ویدیو مختص کسایی که صفرن ساخته شده و اگه تریدینگ ویو و فارکس فکتوری و اینجور داستانا رو میدونید میتونید این ویدیو رو کاملا رد بکنید. خب برای شروع به چه چیزی نیاز داریم؟ tradingview.com. ببینید trading view این چیزا رو میاد. اگه اینو بزنید باید برید تو سایتش ثبت نام بکنید و ایمیل و اینجور داستاناتون رو وارد بکنید و میتونید که کاملا ثبت نام بکنید. بعد از اینکه ثبت نام کردید باید یک سری نمادها اضافه بکنید که وقتی وارد اینجا میشید یه سری نمادها خودش داره، همش رو حذف بکنید و حالا نمادهاییه که من فقط نگاه میکنم، چیزایی که ترید میکنم فقط GBP USD که پونده، EUR USD که یوروه، DXY هم که شاخص دلاره. بعد 6E1 نماد فیوچرز یوروه، 6B1 نماد فیوچرز پونده، XAU USD که نماد طلاست، تریدش نمی کنم، فقط نگاش میکنم، تحلیلش میکنم. YMES NQ داو جونز، SMP نزدک، اینا هم چارت های معمولیشن. فرقشون توی اینه که خب الگوریتم واقعی توی چارت های فیوچرز اتفاق میفته، ولی خب برای اینکه بخوایم ما فیوچرز رو نگاه بکنیم باید اشتراک فیوچرزش رو بدیم که لازم نیست، که با 10 دقیقه تأخیر میاد، ولی خب حالا یه سری فرق‌های کوچیکی داره دیگه، منتها توی تایم بالا بیشتره، تو تایم پایین خیلی فرقی نداره. در کل چیزایی که باید اضافه بکنید اینا هستن. بعد TN1 ZF1 و U1 اینا هم که اوراق قرضه هستن، یه دونم که EUR GBP یا همون یورو به پوند، اینا رو نمیخواد اضافه بکنید. ببینید اینو میزنید، بعد اینجا میتونید نماد رو انتخاب بکنید، اون به علاوه رو میزنید، مثلا اینجا می‌نویسید GBP USD، بعد اینجا حتما کپیتال کام. ببینید اینجا انواع بروکرها رو میاره که برای هر ارزی که میخواید بزنید باید کپیتال کام رو بزنید. برای دکسی حتما TVC باشه. ببینید اگه دکسی رو بخواید سرچ بکنید، بذارید برای دکسی حتما TVC باشه، چون چیزای مختلفی داره، کپیتال کام داره، این یکی هم داره. برای دکسی حتما بروکر TVC استفاده بشه. و 6E1 و 6B1 هم که CME. اینا رو به این صورت اضافه بکنید تا بریم برای بعد و ادامه. خب اولش که سایت تریدینگ ویو، بعد تنظیماتش هم روی سایت کلیک میکنید، میایید توی قسمت ستینگز. حالا من پریمیوم دارم، نمیدونم که چیز معمولیش فیلتر هست یا نه، ولی پریمیوم رو باید با فیلتر شکن بیایم، چون اگه بدون فیلتر شکن بیایم نمیشه. اینجا تنظیمات رو میذارید روی این حالت، توی این اولیه همش سیاه به جز بادی، این سمت چپیه این باید سفید باشه. حالا میتونید با رنگ های انتخاب خودتون هم بزنید دیگه، مثلا میتونید سبز بکنید به این صورت. اوکی، حالا با هر رنگی که راحتید دیگه، اون بستگی به خودتون داره. بعد عرضم به خدمتتون که اینجا این بازه زمانیش رو حتما باید بذارید UTC -4 نیویورک. حالا توی 6 ماهه دوم سال فکر کنم، اگه اشتباه نکنم این میشه منفی، نه ببخشید 3 ماهه
اول که تموم میشه آره دیگه از ماه نهم میلادی به بعد این میشه UTC -5. پس اگه اون موقع میبینید در کل باید UTC به وقت نیویورک حتما باشه. بعد عرضم به خدمتتون که اینجا هم که بک‌گراندتونه دیگه، اینجا میتونید تنظیمش بکنید که به چه رنگی باشه. بعد اینجا هم چیزو میاره، اون خطوط جدول بندی رو میاره که اینو اگه بیارید کم رنگ بکنید دیگه هیچ چیزی نداره. این از تنظیمات. بعد عرضم به خدمتتون که اگر لازم نیست الان پریمیوم بخرید، چون این 3 تا چارتی که میبینید همزمان میاد این تو پریمیومه. اگر تازگاری فعلا که لازم نیست 3 تا چارتی بشه، ولی خب حالا چون توی شروع میتونم بگم این به علاوه بالا رو اگه کلیک بکنید، به علاوه بالا رو اگر کلیک بکنید اینجا میتونید نمادی که میخواید اون 3 تا 4 تا همزمان ببینید رو باهاش نگاه بکنید. مثلا الان من اینجا می نویسم GBP USD، بعد این میاره اینجا میزنید نیو پین، بعد این خودش یه سری تنظیماتی داره. ببینید اینجا این تنظیمات رو اگر بزنید، اگر نتیاری بکنه، این صفحه میاد که میاید توی استایل به جای لاین میذارید کندلز. اینجا هم که دقیقا همون رنگ هایی که توی قبلی انتخاب کردید میتونید انتخاب بکنید. سیو از دیفیکولت رو بزنید دیگه، هر وقت چارت جدیدی اضافه میکنید دقیقا با همین رنگ و همین تنظیمات میاد که میتونید اینجوری نگاه بکنید. خب حالا کاری با این فعلا اصلا کاری با اینکه چارتمون رو 2 چارتی بکنیم 3 چارتی بکنیم نداریم. خب دیگه عرضم به خدمتتون که برای پریمیوم میتونید از چارت فراز هم استفاده بکنید که اگر اشتباه نکنم چیزش faraz.io، همون فارسی هم بنویسید فراز میاره که باید اشتراکش رو بخرید. فعلا هیچ نیازی نداریم. خب اندیکاتور نماد. خب دومین چیزی که بهش نیاز دارید اینه که بدونید که کی خبرهای اقتصادی دارین که همون فارکس فکتوری سرچ بکنید. این سایت رو میاره forexfactory.com که اینو بزنید دیگه. این 2 تا سایت ها رو سیو بکنید دیگه، چون دیگه همیشه قراره که ما با این 2 تا سایت کار بکنیم. اینجا خبرهایی که توی این روز یا مثلا فردا میخواد بیاد یا اصلا هفته بعد میخواد بیاد رو ما میتونیم نگاه بکنیم و بر اساس این خبرها حالا قراره که خیلی تصمیم های بیشتری بگیریم و تحلیل های بیشتری هم بکنیم. اینکه سبک چیه، مثلا سبک ما چیه، اصلا کلا سبک چیه و اینجور داستانا. ببینید اما اقسام سبک وجود داره. مثلا سبک کلاسیک، حالا مثلا کلاسیک میگم ممکنه که خیلیاتون مثلا آموزش تریدی که دیدید کار کرده باشه، مثلا اندیکاتور میارن RSI میندازن، یا مثلا به این میگن نمیدونم چون اصلا کار نکردم باشه که به این میگن مثلا پرچم صعودی، پرچم نزولی دیگه، مثلا به این میگن که دوباره همون پرچم فکر کنم اگر اشتباه نکنم، به اینجور حالت که مثلا تریدینگ رنج بعد دوباره اصلاح و اینجور داستانا. منتها سبکی ما داریم، ببین سبک بیشتر به چی میپردازه؟ به تئوری میپردازه. فرق بین تئوری و قضیه چیه؟ یکم روی این فکر بکن و ویدیو رو نگه دار. فرق بین تئوری و قضیه توی اینه که تئوری یک
چیز مشخصیه که من میتونم بگم که وجود داره و تو میتونی بگی که وجود نداره. من میتونم با دلایل و شواهد خودم بیام ثابتش بکنم و تو میتونی با دلایل و شواهدت ردش بکنی. یعنی چی؟ مثلا ICT خب جز اولین نفراتی بوده که اومده گفته که آقا جان توی مارکت نقدینگی وجود داره. نقدینگی چیه؟ حالا یه نمونهش دیگه ساده ترین نمونهش اینه که آقا جان بالای این سقف ها یه سری استاب ها وجود دارن، مثلا پایین این کف ها یه سری استاب ها وجود دارن. مارکت میاد که این استاب ها رو بزنه. حالا خیلی ساده شده دارم توضیح میدم. مارکت میاد که این استاب هایی که کسایی که اینجا خرید کردن رو بزنه و بعد بره بالا. مارکت برای اینکه بخواد بره بالا باید بیاد یه سری استاپ بزنه. اوکی، مثلا برای اینجا اینو میبینید این همه رفته بالا، مثلا اومده اینجا استاپ یه عده رو زده. ICT میگه این. بعد مثلا تئوری حمایت مقاومت، مثلا تئوری حمایت مقاومت چی میگه؟ میگه که آقا جان مثلا مارکت یک سطحی که مارکت 2 بار 3 بار مثلا بهش واکنش داده، دفعه بعدی هم که اومد احتمالا بهش واکنش بده. یا مثلا ترند لاین که میگه آقا جان وقتی که یه خط مثلا اینطوری کج رو تو میکشی، مارکت مثلا 2 بار بهش واکنش بده، بار سوم هم قراره بهش واکنش بده. مثلا از اینجا تا به اینجا رو تو میکشی، بار سوم هم قراره که بهش واکنش بده، بار سوم اگه بهش خورد میتونی بگیری. یا مثلا اینجا اینا تمام چی ان؟ تئوری ان. اوکی، ما میگیم که نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما میگیم که آقا جان اصلا ترند لاین، چیزی که به عنوان ترند لاین هست، ما نقدینگیش رو در نظر میگیریم، ما این برخورد سومش رو نمیگیریم. ما بلکه میایم وقتی که اینجا قیمت خواست بچرخه، قبل از اینکه بیاد این ترند لاین رو بشکنه ما میگیریمش. اوکی، مثلا یه نمونهش رو بهتون نشون بدم. مثلا اینجا الان این ترند لاین رو نگاه بکنید، قیمت قبل از اینکه بیاد بشکنه، ترند لاین رو بشکنه، ما از اینجا سعودی بودیم، اینجا من خودم یه دونه بای گرفتم دیگه، اینجاها بود بستم. اوکی، پس این تئوریه، نمیتونم بگم درسته، نمیتونم بگم غلطه، منتها من دارم با یک فلان تئوری کار میکنم. حالا ما با این تئوری ها نمیخوایم کار بکنیم، ما با تئوری اینکه مارکت ها به هم ربط دارن و نقدینگی و همون ICT میخوایم کار بکنیم. که اینکه مارکت ها به هم ربط دارن هم حالا یه قضیه میشه گفت مفصلیه که هم از ICT و همچنین از تئوری داو اومده که حالا در ادامه خیلی قراره که بیشتر بهش بپردازیم. در کل مثلا اینکه حالا خیلی الان بحث سر اینه که آقا نه سبک چیه فلانه، سبک اصلا مهم نیست. سبک هرچی باشه یه سری خطوط رو، یه سری نواحی رو بهت میده که قیمت قراره که به اون واکنش نشون بده و ما اونو ترید بکنیم. اگر بتونیم تریدش بکنیم و اگر بتونیم باهاش پول در بیاریم، پس این چی میشه؟ میشه یک سبک سودساز. اگه نتونیم پول در بیاریم پس ردش میکنیم. اوکی، این از این دیگه. و چیزی که برای این یک دوره‌ای که اول از همه میاد و این ویدیو 4 تا ویدیو میخوام بسازم و این 4 تا ویدیوی اولی که مخصوص افراد صفره که هیچ نمیدونن، که میخوایم بگیم توی جلسات بعد ترید چیه، مدیریت سرمایه و ریسک چیه، کندل چیه و تایم فریم چیه و تایم فریم الایمنت رو میخوام بگم. که این رو حالا تایم فریم رو توصیه میکنم افرادی که خیلی ادعاشون خیلی ادعا که نه، خیلی میدونن هم حالا این تایم فریم رو میتونن نگاه بکنن که مفیده. البته در بعدها حالا چیزای خیلی پیشرفته‌ای قراره که بگم، ولی خب فعلا برای شروع قراره که اینا رو بگم. تا درودی دیگر، بدرود.